با عرض سلام و احترام، جلسه سوم دوره آموزش پایتون رو در خدمتتون هستیم. جلسه گذشته آخرین دستوری که با هم کار کردیم دستور اینپوت بود، دستور یا تابعی که از طریق اون ما میتونستیم از کاربر ورودی دریافت بکنیم و به متغیرهامون اختصاص بدیم. خب دستور اینپوت یا تابع اینپوت هر نوع ورودی که بهش میدادیم رو به صورت رشته وارد برنامه میکرد و اگر دادهمون از نوع عدد بود باید با تابع آینتی یا فلوت تبدیلش رو میکردیم به عدد، یعنی رشته تبدیل میشد به عدد. خب میخوایم یه مثال با هم کار بکنیم از همون بحث. خب فرض کن یک طولی رو بر حسب متر از کاربر دریافت میکنید. خب مقدار LM رو از کاربر دریافت میکنید و میخواید تبدیلش بکنید به سانتی متر. خب LCM رو میخواید در خروجی داشته باشید. مسلما برای تبدیل طول بر حسب متر به سانتی متر باید طولی که بر حسب متر هست رو ضرب در 100 بکنید. از این طریق میتونید در واقع یک طول بر حسب متر رو تبدیل به سانتی متر بکنید. خب بیایم کد این مسئله رو بنویسیم. پس یه LMی دارم LM که این مقدارش رو از کاربر میگیرم. اینپوت از کاربر میخوام طول بر حسب سانتی متر رو وارد بکنم. طول بر حسب متر رو بیاد وارد بکنم. حالا این مقداری که با اینپوت میگیرم جنسش رشته است، من نیاز به اون حالت عددیش دارم. پس تابع فلوت رو روی این داده میام اعمال میکنم. فلوت اعمال بشه بر روی اینپوت. در مرحله بعدی LCM یعنی طول بر حسب سانتی متر مساوی است با LM، متغیر LMی که مقدارش رو از کاربر گرفته، ضرب در 100 و در انتها میگم بیا این طول رو برام چاپ کن. پرینت بگیر LCM برابر با کاما LCM. عرض کردیم جلسه گذشته عبارتی بین دو تا کوتیشن باشه وقتی ازش پرینت گرفته میشه عیناً برامون چاپ میشه. خب بیایم راه بگیریم. خب اینترولو این متر مثلا یه عددی وارد میکنم، عدد 150 سانتی 1.5 متر رو اینتر میزنم، در خروجی بهم 1.5 متر میشه 150 سانتی متر. پس من کدی نوشتم اینجا که طولی بر حسب متر رو دریافت میکنه و در خروجی رو بر حسب سانتی متر برام چاپ میکنه. خب بریم سراغ بحث بعدی. خب بریم سراغ بحث رشته ها. ما تا الان دو رو داده یاد گرفتیم، عدد و رشته. رشته دیدیم مجموعه کاراکترهایی هستن که بین دو تا کوتیشن قرار میگیرن. خب فرض کنید در واقع اسم ذبیح الله ذبیحی رشته من باشه، رشته ذبیح الله ذبیحی. خب بعد تک تک کاراکترهای رشته ذبیح الله ذبیحی یه عددی رو اختصاص داده پایتون که در واقع از سمت چپ کاراکتر چپ تا در واقع راستومین کاراکتر این رشته یه ایندکسی اختصاص پیدا کرده، به ترتیب از 0 تا یه واحد جلو رفته و ایندکس ها رو اختصاص داده. پس ایندکس هایی که به کاراکتر یک رشته اختصاص پیدا کرده اعداد صحیح هستن. اولین کاراکتر سمت چپ ایندکس 0 رو پیدا کرده و یه واحد در واقع به تک تک کاراکترها ایندکس داده که از این ایندکس ها ما میتونیم استفاده بکنیم برای فراخوانی کاراکترهای یک رشته. خب از این ایندکس ها برای فراخوانی کاراکترهای یک رشته میتونیم استفاده بکنیم. مثلا اینجا دقت بکنید، مثلا اگه من میخوام H رو از این متغیر صدا بزنم از ایندکس 4 استفاده میکنم.
خب در محیط پایتون من این رو تعریف کنم. name مساوی است با رشته ذبیح الله. حتی اسپیس هم بهش ایندکس اختصاص پیدا کنه. دقت کنید توی جدول اینجا رو ببینید، ایندکس اینجا اسپیس دارم بین ذبیح الله و ذبیح، به اسپیس هم ایندکس اختصاص داده. ذبیح الله اسپیس ذبیحی. خب مثلا فرض کنید من یک کاراکتر به خصوصی رو میخوام صدا بزنم، A رو میخوام صدا بزنم. پرینت میگم از متغیر نیم عضوی که ایندکس خب یک داره رو صدا بزن. اینجا Z ایندکس 0 داره، اولین Z ایندکس 0 داره و A ایندکس 1 داره. برای وقتی رام میگیرم A رو برام چاپ، یعنی A رو برام چاپ، عضوی که ایندکس 1 داره. یا نه چند تا کاراکتر رو میخوام صدا بزنم. دقت کنید من الان میخوام از B تا A رو صدا بزنم. چیکار میکنم؟ یعنی از B تا A میشه در واقع name داخل براکت. خب B ایندکس چند داره اینجا؟ ایندکس 2 داره. 2 نقطه از 2 شروع بکن. 2 نقطه آخری چند A؟ A ایندکس 7 داره. یه واحد بیشتر یعنی 8. اوکی؟ میگم از 2 تا یه دونه مونده به 8 رو صدا بزن. الان در خروجی اینجا عضوی که ایندکس 2 داره، عضوی که ایندکس 3 داره، ایندکس 4، 5، 6، 7 و 8 رو دیگه صدا میده تا یه دونه مونده به 8 رو صدا میزنه. پس از عدد اولی شروع میکنه تا یه دونه مونده به یه عدد آخری که اینجا الان باید B تا A رو برامون صدا بزنه. خب بیاین رو انجام بدیم. خب 2 نقطه 8. الان اگر رام بگیرم ببینید از B شروع کرده تا A. B I H O L A رو فراخوانی کرد. خب اگر من مشخص نکنم، نکنید یه راهکار، من قلم رو فعال کنم. فرض کنم من اینجا بنویسم X داخل براکت، ابتدا رو مشخص نکنم 2 نقطه 4. وقتی ابتدا رو مشخص نکنم ابتدا رو 0 در نظر میگیره. بنابراین عضو با ایندکس 0، عضو با ایندکس 1، عضو با ایندکس 2 و عضو با ایندکس 3 رو صدا میزنه که اینجا چک بکنید Z A B I رو صدا میزنه. Z A B و I رو برامون فراخوانی میکنه. این معادل با اینه که من بگم X 0 2 نقطه 4 0 2 نقطه 4. بنابراین اگر ابتدا رو مشخص نکنید به صورت پیش‌فرض 0 در نظر میگیره. خب ببین رو انجام بدیم. میگم 0 2 نقطه 4. الان اگر رام بگیرم ببینید از ابتدا شروع کرد Z A B I رو برام فراخوانی کرد. خب اگر بگم مثلا از name اگه من قبلی X رو نوشتم اشتباه نوشتم، منظورم name بود به جای X. اگر من مثال قبلی X گفتم منظورم name بودش، اونو اصلاح بفرمایید. خب name مثلا از 11 شروع بشه 2 نقطه، از 11 شروع بشه 2 نقطه. انتها رو وقتی مشخص نکنم یعنی آخرین کاراکتر
رشته، یعنی معادل با اینه که عضو با ایندکس 11، عضو با ایندکس 12، عضو با ایندکس 13، عضو با ایندکس 14 و عضو با ایندکس 15 فراخوانی میشه. یعنی تا انتا، وقتی انتا رو مشخص نکنی یعنی اینجا آخرین عضو منظورتون هستش. کار اینجا میشه در واقع اگر معادل با اینه که بنویسیم name داخل براکت 11 دو نقطه شانسه. خب این از این رو هم بیایم انجام بدیم. میگم 11 دو نقطه، انتها رو مشخص نمیکنم، از کاراکتر با ایندکس 11 شروع میکنه تا آخرین کاراکتر این رشته A B I H I رو برام چاپ. خب این شده از در واقع فراخوانی کاراکترهای یک رشته با استفاده ایندکس ها. خب علاوه بر حالتی که عرض کردم یه حالت دیگه هم داره. حالت دیگه چیه؟ فرض کن من میخوام A I و O رو فراخوانی بکنم. خب میشه name داخل براکت، خب از عضو با ایندکس 1 دو نقطه تا کجا؟ تا 5 رو نیازه، پس میگم یه دونه بعد از 5 6 1 2 نقطه 6، ولی داده ها رو با فاصله دو تا صدا بزن. اوکی، یعنی این میشه استپ. پس اولی میشه نقطه استار، ایندکس عضو استار در واقع شروع با کدوم شروع بکنه؟ استارت. این میشه اند به علاوه، یعنی یه دونه بعد از پایان، اند به علاوه 1. برای ایندکس عضو پایانی چی میشه؟ میشه 6 منهای 1 دیگه 5. این هم میشه استپ، فاصله بین داده ها. بنابراین این برابر میشه با عضو با ایندکس 1 دو تا بعد از 1 میشه 3، دو تا بعد از 3 میشه 5. بنابراین عضو با ایندکس 1 که A باشه، عضو با ایندکس 3 که I باشه و عضو با ایندکس 5 که O باشه رو فراخوانی میکنه A I O. خب این رو بیایم انجام بدیم. یک دو نقطه 6 دو نقطه 2. الان اگر رام بگیریم ببینید A I O رو برامون فراخوانی کرده. خب بریم حالا سراغ عرض باشه خدمت شما که دستور بعدی. خب نکنه اگر این رو بنویسم یعنی ابتدا رو مشخص نکنم، انتها رو هم مشخص نکنم، دو نقطه میشه از ابتدا تا انتها. دیگر اگر رام بگیرم از ابتدا تا انتها رو برام چاپ میکنه. این معادل با همینه که بگم نیم رو برام چاپ بکن، این رو حذف کنم، رام بگیرم بگم نیم رو برام چاپ بکنه که میشه ذبیح الله ذبیح. خب حالا نکته این میخواستم عرض کنم، اگر بنویسم ابتدا رو مشخص نکنم یعنی اینجا بگم ابتدا و انتها مشخص است، دو نقطه منهای 1. ابتدا و انتها رو مشخص نکردم ولی استپ رو مشخص کردم. استپ گفتم منهای 1. این منجر به این میشه این عبارت رو برعکس چاپ کنی، از آخر به اول چاپ کنی. من اگر رام بگیرم از آخر به اول این عبارت رو برامون چاپ کرده. خب این از در واقع ایندکس های یک رشته و نحوه فراخوانی. فقط یه نکته دیگه اینجا عرض بکنم در مورد ایندکس ها، اینه که ما علاوه بر ایندکس های مثبت ایندکس های منفی هم داریم. به چه نحوی؟ الان اینجا
اگر بخوام ایندکس منفی بدم به این صورت داده میشه. آ ایندکس منهای 1 پیدا میکنه. یعنی چی؟ یعنی آخرین کاراکتر یا از آخر اولی، اینطوری بهتره، از آخر اولی، منهای 2 از آخر دومی، منهای 3 از آخر سومی، منهای 4 از آخر چهارمی. در این هم اگر بخواید ایندکس گذاری منفی هم انجام بدید، اعداد منفی به این صورت اختصاص پیدا میکنن به کاراکترهای یک رشته و یا به نوع دیگه میشه گفت ایندکسی از سمت راست به چپ به صورت منفی اتفاق میفته و از عدد 1 شروع میشه، اما از چپ به راست با اعداد مثبت و از عدد 0 شروع میشه. باز بین اینا پرکاربردتر این منهای 1. شما بخواید آخرین کاراکتر یک رشته رو صدا بزنید، با عدد منهای 1 میتونید این کار رو انجام بدید. خب بیایم این رو انجام بدیم. الان من اینجا میگم از نیم عضو با کاراکتر منهای 1 رو بیا صدا بزن. نیم داخل براکت منهای 1. الان اگر رام بگیرم آی رو فراخوانی میکنه برام، آخرین عضو این رشته. این هم از این بخش. پس این شد ایندکس دی. بریم سراغ نکته بعدی. نکته بعدی من میخوام تعداد کاراکترهای یک رشته رو بدونم چند تاست. مثلا الان رشته ذبیح الله ذبیح که اینجا دارم، این نیمی که اینجا تعریف کردم چند تا کاراکتر داره. برای این کار در واقع از دستور الین استفاده میکنیم. تابع الین وظیفه‌اش شمردن یا تعیین تعداد اعضای یک رشته هستش. بشمار این چند تا عضو داره. الان الین ایکس اگر بنویسم، الین نیم اگر بنویسم و رام بگیرم، در خروجی عدد 16 رو برام چاپ میکنه. یعنی این رشته 16 تا کاراکتر داره، 15 تا حرف و یه دونه هم اسپیس که مجموعه میشه 16 تا کاراکتر. پس الین تعداد کاراکترهای یک رشته رو به من خواهد داد. تابع دیگه ای که اینجا، پس تابع الین رو با هم کار کردیم. تابع جدیدی است که تو این جلسه داریم با هم کار میکنیم. وظیفش تعیین تعداد کاراکترهای یک رشته است. البته بعدا در مورد نوع‌های دیگه داده همینا رو، این تابع رو به کار میبریم و با هم کار میکنیم. بریم سراغ تابع بعدی. دستور بعدی که اینجا میخوام با هم کار کنیم تا دستور ایندکس هستش. من حالا دیدم که در واقع با ایندکس میتونم داده های یک رشته رو فراخوانی کنم. حالا من میخوام ایندکس یک کاراکتر رو پیدا بکنم. مثلا میخوام ببینم اینجا حرف B ایندکسش چنده. خب برای این کار میگم نیم اسم متغیرم دات ایندکس نیم دات ایندکس اعمال بشه بر روی رشته مثلا B. الان میاد در نیم سرچ میکنه، ایندکس کاراکتر B رو پیدا میکنه. الان اگر رام بگیریم به ما میگه B اینجا ایندکس 2 داره. خب نکته که اینجا وجود داره اینه که الان من کاراکتر B 2 تا در این رشته دارم. یه B اینجاست، یه B هم اینجاست. درسته؟ خب باید دقت کنید دستور ایندکس یا تابع ایندکس کاراکتری که به سمت چپ نزدیکتر باشه یا زودتر در این رشته قرار گرفته باشه رو به ما میده. الان این B که اینجا هست نسبت به این B در واقع زودتر تو این رشته قرار گرفته یا به سمت چپ نزدیکتره. ایندکس این رو در خروجی برامون مشخص کرد. اگر ایندکس کاراکتر بعدیش رو میخواید دیگه باید دستور حلقه و ایف استفاده بکنید که حالا بعداً بهش میرسیم چطور از دستوراتی مثل دستور حلقه و حلقه منظور فور هستش، حلقه فور یا دستور ایف استفاده بکنید تا ایندکس یک کاراکتر رو به دست بیارید. ولی اینجا تابع ایندکس اگر یک کاراکتر چند بار تکرار شده باشه، اونی که به سمت چپ نزدیکتر باشه اون حالت رو ایندکسش رو به ما میده. خب تابع بعدی که میخوایم کار بکنیم، بذار یه مثال دیگه هم کار بکنیم. مثلا ایندکس Z هم 2 بار تکرار شده، اما اینجا ایندکس Z ذبیح الله رو به هم میده که 0 باشه. خب پس اینجا نحوه در واقع به دست آوردن ایندکس یک کاراکتر در رشته. تابع بعدی که میخوایم با هم کار بکنیم، فرض کنم من میخوام تمام کاراکترهای حرفی رشته هم به حروف بزرگ تبدیل بشن. از تابع
آپر استفاده میکنه. name dot آپر، یعنی در متغیر name بیا اگر کاراکتری دارید که در کاراکترتون حروف کوچیکه تبدیل به حروف بزرگ بکن. اگر رام بگیرم در خروجی تمام کاراکترها رو کپیتال برام میاد چاپ میکنه. ببینید ذبیح الله ذبیح. این برای حالت در واقع کپیتال که با حروف بزرگ نوشتنه. اگر بخواید با حروف کوچیک نمایش بدید از تابلو ها استفاده میکنید. اینجا هم من بعضی از کاراکترها رو تبدیل به حروف بزرگ بکنم. ذبیح الله. اینم برداریم. الان تمام کاراکترها تبدیل به حروف کوچیک میکنه. ذبیح الله ذبیحی. تمام کاراکترها به حروف کوچیک نمایش داده شده. درست شد؟ حروف بزرگ تبدیل به حروف کوچیک کرد. یا اگر آپر به کار ببرم همه رو تبدیل به حروف بزرگ میکنه. خب بریم سراغ مثال بعدی و نکته بعدی. خب این از تابع آپر که خدمتتون عرض شد. خب فرض بکنید من اینجا مثلا عبارت ذبیح الله ذبیحی، امید ذبیحی، زهرا ذبیحی دارم. میخوام هر چی ذبیحی تو این رشته وجود داره عوض بشه تبدیل کریمی بشه. برای این کار شما میتونید از تابع تحت عنوان تابع ریپلیس استفاده کنید. name مساوی است با name دات. اینجا دقت کنید میگم در متغیر name بیا ریپلیس بکن. چی رو ریپلیس بکن؟ عوض بکن. ذبیحی رو با چی عوض بکن؟ کاما کریمی. پس دقت کنید گفتم در متغیر نیم در رشته‌ای که به نیم اختصاص پیدا کرده ریپلیس بکن، عوض بکن. ذبیحی رو با چی؟ کاما کریمی. با کریمی بیا عوض بکن. حاصل این عملیات رو دوباره در نیم ذخیره بکن. اوکی؟ دوباره هر چی جواب به دست اومد در نیم بیا ذخیره. البته میتونم یه اسم دیگه میگم در ایکس ذخیره بکن. اون دیگه انتخابیه. یعنی جای نیمی که از قبل داشتم جایگزین بکن. حالا پرینت میگیرم از نیم. الان میبینم هر چی ذبیح در این رشته دارم رو تبدیل میکنه به کریمی. ببینید ذبیح الله کریمی، امید کریمی، زهرا کریمی. هر چی ذبیح داشتم تبدیل به کریمی کرد. پس تابع ریپلیس میاد کلمه مد نظر ما رو در اون رشته سرچ میکنه، پیدا میکنه، بعد معادلی که بهش معرفی کردیم رو جایگزین میکنه. این هم از تابع ریپلیس. خب تابع بعدی که میخوایم با هم کار بکنیم تابع اسپلت هستش. تابع اسپلت چی کار میکنه؟ تابع اسپلت میاد یه رشته رو بخش میکنه به کلمات سازندش. فرض بکنید من اینجا یک متغیر x دارم برابر است با رشته it's too easy. الان چند تا کلمه دارم اینجا؟ 3 تا. it's too easy. الان اگر رام بگیرم، الان بخش اول اسپلت بکنم این رو، مثلا بگم y مساوی است با x دات اسپلت، x دات اسپلت و بعد بگم پرینت بگیر از y چی میشه؟ y یه لیستی میشه. لیست منظور اون چیه؟ لیست منظور ساختاریه که ابتدا و انتهاش براکت، اعضاش با کاما جدا شدن. به این ساختار ما میگیم لیست. ساختاری که ابتدا و انتهاش براکت، اعضاش هم با کاما جدا شد. الان اینجا این چیزی من نوشتم 3 تا عضو باید داشته باشه که با کاما جدا شدن. خب حالا تابع اسپلت در خروجی بهم یه لیست میده. این لیست شامل کلماتی هستن که رشته X رو تشکیل دادن. ببینید الان اگر رام بگیرم
یه کلمه ایتس رو بهم میده، یه کلمه تو و کلمه ایزی. در واقع اومده تجزیه کرده به 3 تا کلمه تشکیل دهنده این رشته. این لیستم الان 3 تا عضو ابتدا و انتهاش هم براکت. پس تابع اسپلت وظیفش بخش کردن اون رشته مد نظر ما هستش که حالا به 2 3 یا بسته به تعداد کلماتش میاد بخش میکنه و خروجش به صورت یک لیست هستش. خب تابع بعدی رو با هم کار بکنیم. تابع لیست y مساوی است با لیست x. این چه کار میکنه؟ اینم بخش میکنه اون کاراکتر اون رشتمون رو، اما بخش میکنه به کاراکترهای تشکیل دهندش. ببینید الان اگر رام بگیرم در خروجی بهم یه لیست میده. خب اعضای لیست رو دقت کنید، عضو اول آیه، عضو بعدی تیه، حتی اسپیس هم به عنوان یه عضو شناخت. اینجا هم یه اسپیس دیگه داریم. اوکی، پس میاد اون رشتمون رو، اون ورودی تابع لیست رو بخش میکنه به کاراکترهای تشکیل دهندش. بخش میکنه به کاراکترهای تشکیل دهندش. اسپلت بخش میکنه به کلمات تشکیل دهنده. توی لیست اسپیس هم به عنوان عضو در نظر گرفته میشه. این رو دقت کنید. اسپیس هم اگر داشته باشید این هم به عنوان یک کاراکتر هستش. خب این هم از این. حالا یه مرور بکنیم تا اینجا رو. توابعی که ما تا الان کار کردیم میشه گفت 2 تا دسته بودن. یه متغیر x داشتیم. خب یه توابع رو می‌خواستیم روش اعمال بکنیم. دو نوع دیدیم، دو نوع تابع داریم. یه سری توابع مثل تابع پرینت اعمال میشن بر روی خود داده، یعنی پرینت در آرگومانش اسم متغیر رو باید می‌ذاشتیم. یا مثلا تابع تایپ الین وظیفش این بود نوع اون داده رو مشخص بکنه. یا الین x، اگر x رو یه رشته باشه الین تعداد کاراکترهاش رو بهتون اعلام میکنه. یا تابع لیست، اگر دادهتون رشته باشه میاد یه لیستی میسازه از کاراکترهای اون در واقع رشته. یه دسته دیگه توابع به این صورت بودن: x.index. اسم متغیر بیرون از تابع بوده، دقت کنید، x.index که ایندکس یک کاراکتر خاصی رو در متغیر x پیدا میکرد. یا x.upper میومد تمام کاراکترهای رشته x رو تبدیل به حروف بزرگ میکرد و برای تبدیل به حروف کوچیک و تابع بعدی که کار کرد تابع ریپلیس بود. اگر x تون یه رشته باشه با تابع ریپلیس یکی از کلماتش رو میتونه عوض کنه، هر چند بار هم تکرار شده باشه در اون رشته‌تون همه اونها رو میاد عوض میکنه با معادلش و این هم 2 عضویه، دقت کنید. یا تابع اسپلت x.اسپلت، اگر x رشته باشه اون رو تجزیه میکنه به کلمات سازندش. در خروجی لیستی بهتون میده که اعضای این لیست کلماتی هستن که در رشته x به کار رفتن. خب پس ما تا اینجا یه سری نکات تکمیلی در مورد رشته ها خدمتتون عرض کردیم. رشته ها ایندکس دارن، ایندکسش از چپ به راست از عدد 0 شروع میشه، یه واحد افزایش پیدا میکنه که باز از این ایندکس ها میتونیم یک یا چند کاراکتر رشته رو فراخوانی بکنیم. بعد یه سری توابع رو در مورد رشته ها با هم کار کردیم. خب بریم سراغ بحث بعدیمون که بحث عبارت‌های شرطی هستش. چطور یه شرطی رو تعریف بکنیم و در کدها از اون استفاده بکنیم. خب برای تعریف شرط ما از دستور ایف استفاده میکنیم. خب چند نوع شرط میتونیم تعریف کنیم. یکیش شرط یگانه هستش. شرط یگانه یعنی چی؟ یعنی یه حالت داره. مثلا میگید if شرط مد نظرتون
یه دو نقطه. دقت کنید دو نقطه گذاشتن اجباریه. بعد دستوری که اگر این شرط برقرار بود قرار اجرا بشه. اوکی، دستور S1 S2 S3 مثلا قراره اجرا بشه. چه وقتی S1 S2 S3 اجرا میشن؟ وقتی که شرط برقرار باشه. اگر شرط برقرار نباشه این سه دستور اصلا بررسی نمیشه، میره بعد از این شرط. دقت بکن یه نکته رو اینجا که در واقع این عبارت هایی که می‌نویسی، دستورهایی که زیر مجموعه ایف هستن، نسبت به آی ایف، آیی که اینجا وجود داره، یه خورده باید جلوتر باشن. یه چند اسپیس باید همشون جلوتر باشن. این رو دقت بکنید. یعنی دستور اگر اینجا نوشته بشه، از ابتدای خط نوشته بشه، به معنای اینه که زیر مجموعه شرط نیست. یعنی شما از شرط خارج شد. تو خیلی از زبان برنامه‌نویسی برای شرط‌ها دستور end یا end if وجود داره. ولی در پایتون این رو نداره. همین که در واقع جابجا میشید و در واقع اگر یه مقدار جلوتر از if دستور نیست، یعنی زیر مجموعه شرط، همین که برمیگرده همسط با اون آیه if شروع به کد نویسی میکنه، به این معنی است که از شرط خارج شد. اون دستور زیر مجموعه شرط نیستش. پس اینو دقت کنید. دستوراتی که زیر مجموعه شرط باشن نسبت به آیه if یه خورده جلوتر. این دو نقطه هم اجباری حتما باید قرار بدید. حالا برخی از علائمی که در شرط نویسی به کارتون میان رو من اینجا خدمتتون معرفی میکنم. علامت بزرگتر مساوی که همون این علامت هستش، علامت بزرگتری که این علامت دقیقا خودشه، علامت کوچکتر مساوی که میشه کوچکتر مساوی. علائمی که تو پایتون به کار میرن این ستون دوم اینا. علامت کوچکتر اینه، علامت برابری با دو تا مساوی. نگاه کنید در عبارت شرطی اگر برابری رو بخواید نشون بدید یا بررسی بکنید با دو تا علامت مساوی استفاده بکنید. و نابرابری از اگر این علامت نابرابری باشه در حالت عادی تو پایتون از علامت تعجب مساوی استفاده میکنید. پس علامت نابرابری میشه علامت تعجب مساوی، برابری میشه دو تا مساوی. بقیه که دیگه آشنایی دارید باشه. حالا یه مثال اینجا کار بکنیم با هم. مثلا یه پسوردی رو من از کاربر میخوام دریافت کنم. اگر پسورد بالاتر از 10 مثلا بالاتر از 5 رقم باشه میگم اوکی پسورد. پس از کاربر میخوام یه پسی رو وارد بکنه. پسورد مساوی است با اینپوت رشته پسورد برابر است. خب این عبارت پسورد برابر است عیناً برای کاربر چاپ میشه. کاربر یه مقداری به عنوان پسورد به ما میده که در واقع به عنوان ورودیمون هستش که به صورت رشته هم هست. در مرحله بعدی من میخوام ببینم چند تا رقم داره، چند تا کاراکتر داره این رشته. پس از دستور الین تابع الین میتونم استفاده بکنم برای اینکه بتونم تعداد کاراکترهای این رشته رو بشمارم. n مساوی است با الین x. حالا میگم اگر n بزرگتر از 5 بود، یه دو نقطه انتهاش گذاشتم. پرینت، ببینید پرینت من کجا نوشتم؟ یه خورده جلوتر از آیه ایف نوشتم. ببینید چند تا اسپیس جلوتر. پرینت بگیر رشته اوکی رو. پس اگر من پسورد وارد کنم که تعداد کاراکترش از 5 تا بیشتر باشه، برام اوکی رو چاپ می‌کنه. خب رام بگیریم. پسورد رو مثلا میزنم، عرض بشه خدمت شما که ذبیحی 1 2 3 4 5 انتر میزنم. خب اینجا درست میگه یه ارور داره. علتش چیه؟ من اینجا طول پسورد حساب کنم، اشتباهاً x نوشتم. پسورد اصلاح بکنم دوباره. ذبیحی
1 2 3 4 5 6 7. به اوکی رو برام چاپ کرد. چرا؟ چون تعداد کاراکترها این رشتم بیشتر از 5 رقم بوده. حالا به نظرت اگر تعداد کاراکتر رشتم از 5 تا کمتر باشه چه اتفاقی میفته؟ مثلا بدم ZA 1 2 از 5 تا کمتره. اینجا من تعریفی نکردم در کدم که کمتر از 5 تا باشه هیچ اتفاقی براش تعریف نکردم. پس وقتی اینتر میزنم چیزم بهم نمایش نمیده، هیچ اتفاقی نمیفته. پسورد هم یه اسکم داریم. پس دقت کنید، من اینجا در واقع برای حالتی که تعداد کاراکترها کمتر از 5 تا باشه چیز تعریف نکردم و لذا اتفاقی هم نمیفته. فقط حالتی که بزرگتر از 5 تا بود اوکی رو برام چاپ میکنه. این میشه شرط یگانه، یعنی یه حالت داره. شرط دیگه ای داریم تحت عنوان شرط دوگانه. شرط دوگانه. خب شرط دوگانه چیه؟ به این صورت if یه شرطی داریم اینجا، شرط یه دو نقطه دستور S1 S2 S3 هر چند دستوری بخواید اینجا اجرا در واقع اینجا می نویسید اجرا بشه. else همصد با آیه if else در غیر این صورت یه دو نقطه اسم مثلا 4. اینجا چه اتفاقی میفته؟ اینجا اگر شرطی که اینجا نوشتیم برقرار بود، شرطی که نوشتیم برقرار بود، این دستور S1 S2 S3 انجام میشه. اما اگر شرط برقرار نبود میریم تو حالت else، میشه در غیر این صورت S4 انجام میشه. پس اینجا در هر صورت یه اتفاقی میفته، یا شرط برقرار هست یا برقرار نیست دیگه. پس اینجا تعریف کردم در هر صورت یه کاری بیا انجام بده. اگر برقرار بود شرط S1 S2 S3 رو بیا انجام بده و اگر برقرار نبود S4 رو بیا انجام بده. پس else میشه در غیر این صورت. خب حالا بیایم یه مثال اینجا کار بکنیم. خب همین مثال پسورد. میگم اگر بزرگتر از 5 بود بیا تی رو مثلا چاپ بکن. else در غیر این صورت بیا پرینت بگیر F رو. خب else اینجا یعنی چی؟ یعنی حالتی که تعداد کاراکترهای رشتم 5 یا کمتر از 5 تا باشه. اگر بزرگتر از 5 تا باشه که تی رو چاپ میکنه. در غیر این صورت یعنی 5 یا کمتر از 5 باشه میاد F رو برام چاپ میکنه. خب رام بگیریم. پسوردم ZA1 و 2. ببینید F رو برام چاپ کرد، تعدادش کمتر از 5 تا شد تو حالت else. حالا بیایم رام بگیم یه بار دیگه بیشتر از 5 تا بدم. ذبیحی 1 2 3 4 5 6 حالت تی رو چاپ کرد، بزرگتر از 5 تا بود. پس اینجا شده دو حالته، یا شرط برقراره یا شرط برقرار نیست. برای هر دو حالتش ما اینجا در واقع یه عملیاتی رو تعریف کردیم که برای هر دوی پرینت داره. یه حالت پرینت تی، یه حالت هم پرینت F رو گفتیم بیاد انجام. خب یه مثال دیگه کار بکنیم. فرض کنید از کاربر کد ملیش رو دریافت میکنیم و میخوایم کد ملی فرد چک کنیم آیا درست وارد شده یا نه. ما میدونیم کد ملی تمام ایرانی 10 رقمی. حالا فرض کنید این کدی که برای یک سایت که از کاربر اطلاعاتش رو میخواد. خب کاربر اطلاعاتش وارد میکنه، قبل موقعی که سابمیت میکنه میاد بهش ارور میده، میگه کد ملی که وارد کردی درسته. چرا؟ چون 10 رقمی نبوده. بنابراین اینجا اول میام مینویسم آیدی نامبر، اسم متغیرم آیدی نامبر. ببینید با آندرلاین جدا کردم، اسپیس نزدم تو اسم متغیر. شما اسپیس نمیتونید بزنید. آیدی نامبر مساوی است با اینپوت رشته آیدی نامبر. دقت کنید اینجا آیدی نامبر هم به صورت رشته از کاربر دریافت میکنم، تبدیل عددش نمیکنم. چرا؟
چون برام مهم تعداد ارقام این رشته که میتونم حساب کنم. پس میگم بسیار رشته بهم بده این رو و بعد طول این رشته رو حساب میکنم. n مساوی است با ln آیدی نامبر. طول رشته آیدی نامبر رو میگم بیا حساب کن. در مرحله بعدی میگم اگر n برابر بود با 10، یعنی 10 رقمی بود این رشته‌ام، پرینت بگیر تی رو، یعنی اوکی. پرینت بگیر رشته تی رو. else در غیر این صورت پرینت بگیر اف رو، یعنی فالس، یعنی این آیدی نامبر درست نیستش. الان اگر رام بگیریم مثلا آیدی نامبر رو من میدم 1 2 3 4 5 6 6 رقمیه، اف رو برام چاپ کرد، یعنی درست نیستش. آیدی نامبر رو میدم 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0، 10 رقمی شده. آیدی نامبر درسته 10 رقمی. خب پس من کدی نوشتم که از کاربر آیدی نامبرش رو دریافت میکنه و مشخص میکنه آیا این آیدی نامبرش درست یا نه. این کدی که ما نوشتیم یه باگ داره. باگش چیه؟ من به جای عدد میتونم حرفم بدم اینجا. ببینید n s 1 2 3 4 5 6 7. خب اینتر میگه تی درست. این 10 تا میگه 10 رقم. 10 تا کاراکتر داره ولی 10 رقمی نیستش، بعضیشون حروفن. این باگ رو داره که حالا دوستان اگر سطح بالاتری از قبل کار کردن و دارن جسمینه نگن این کد اشتباس. نه، ما با توجه به معلوماتون تا این جلسه این کد رو نوشتیم. فرضون بر اینه که فرد عدد وارد میکنه، ولی اگر برای اینکه ما بعداً یاد میگیم چطور بررسی بکنیم، کاراکترهامون حتما عدد باشن، کاراکتر حرفی توشون نباشه. این رو بعداً یاد میگیم، ولی اینجا با فرضی که کاربر فقط عدد وارد، حالا ممکنه کمتر یا بیشتر وارد کنه داریم چک میکنیم، وگرنه این کدی که ما الان نوشتیم بله کاراکتر حرفی رو هم قبول میکنه و باگ این کد باید اصلاح بشه که حالا روش مختلفی وجود داره برای این اصلاح که حالا به موقعش اون رو هم با هم بررسی میکنیم. خب بریم قسمت بعدی. قسمت بعدی چیه؟ قسمت بعدی اینه که اجازه بدید بریم سراغ قسمت بعدی. دستور شرط‌های چندگانه است. شرط چندگانه. خب این چطور نوشته میشه؟ این به این صورت: if شرط شماره 1 دو نقطه، اگر شرط شماره 1 برقرار بود دستور S1 بیاد انجام میشه. در غیر این صورت اگر میشه else if. else if مخففش چیه؟ eli f. در غیر این صورت اگر شرط شماره 2 برقرار بود، شرط 2 S2 بیاد اجرا بشه، eli f. در غیر این صورت اگر شرط شماره 3 برقرار بود، بیاد یه دو نقطه S3 رو اجرا بکنه و الی آخر. به همین صورت میتونه n تا eli f زیر هم برسید. دقت کنید اینجا شرط ها به هم وابسته هستن. یعنی چی؟ یعنی اگر شرط اول برقرار بود S1 اجرا میشه، به شرطی که شرط 1 برقرار باشه. دیگه شرط 2 شرط 3 بررسی نمیشه، میره بعد از if. اگر دستور بعد از این if eli f بودن میره سراغ اونا. دیگه شرط 2 و 3 دیگه بررسی نمیشن. اما اگر شرط 1 برقرار نبود میره سراغ شرط شماره 2. پس چه وقت شرط 2 بررسی میشه؟ وقتی شرط بالاتر یعنی شرط 1 برقرار نباشه. خب باز اینجا شرط 2 رو بررسی میکنه. اگر برقرار بود S2 رو انجام میده
دیگه شرطهای بعدی رو بررسی نمیکنه. اگر شرط 2 برقرار نبود میره سراغ شرط شماره 3. اگر شرط 2 برقرار نبود میره سراغ شرط شماره 3 و باز به همون صورت. اگر شرط 3 برقرار بود S3 انجام میشه، اگر برقرار نبود میره سراغ شرط بعد. پس هر جا شرط سطح بالاتری برقرار بود، شرط سطح پایینتر بررسی اینجا نمیشه تو ساختار if الی f. خب بیایم یه مثال از اینجا کار بکنیم. فرض کنید اینجا میگم یه عددی رو از کاربر بگیر x مساوی است با float input رشته x برابر است. در مرحله بعدی حالا میگم بررسی کن. اگر این x بزرگتر از 12 بود پرینت بگیر علامت استار، یه دونه استار برام چاپ کن. اینتر. در غیر این صورت اگر x هم بزرگتر از 7 بود پرینت بگیر، در واقع 2 تا استار رو بیا چاپ کن، 2 تا ستاره رو چاپ کن برام. در غیر این صورت اگر x بزرگتر از 2 بود پرینت بگی برای من 3 تا استار رو. else یعنی چی؟ یعنی اگه شرطهای بالا هیچ کدوم برقرار نبود پرینت بگیر 4 تا استار. خب رام بگیریم. مثلا اگر عدد فرض کنید 15 رو وارد کنم، عدد 15 رو اینجا وارد کنم، چه اتفاقی میفته؟ میاد بررسی میکنه. آیا 15 بزرگتر از 12؟ بله، استار رو چاپ میکنه، شرطهای بعدی رو دیگه بررسی نمیکنه. درسته 15 بزرگتر از 7، 15 بزرگتر از 2، ولی دیگه بررسی نمیشه. برای در خروجی فقط استار رو برام چاپ میکنه. الان اگر یه بار دیگه وارد کنیم 15 رو وارد بکنم استار رو فقط برام چاپ کرد. اگر فرض کنید عدد 10 رو وارد بکنم 2 استار رو چاپ میکنه. چرا؟ علتش اینه که اولا شرط اول که برقرار نیست، یعنی در اون 10 بزرگتر 12 نیست، این برقرار نیست. میاد سراغ شرط دوم 10 بزرگتر از 7. بله. خب 2 استار رو چاپ میکنه، شرط بعدی رو بررسی نمیکنه. بریم عدد بعدی. فرض کنید سری عدد 4 رو وارد کنم، برام 3 استار رو چاپ کرد. چرا؟ شرط اول برقرار نیست، 4 بزرگتر از 12 نیست، بزرگتر از 7 نیست، بزرگتر از 2 بله هستش، پس 3 استار رو چاپ میکنه، به الز بررسی نمیشه. حالت بعدی که اینجا داریم حالت بعدی رو رام بگیریم. حالت بعدی فرض کن عدد منهای 5 رو میدم، 4 استار رو چاپ کرد. چرا؟ چون منهای 5 بزرگتر از 12 نیست، منهای 5 بزرگتر از 7 نیست، منهای 5 بزرگتر از 2 نیست، هیچ کدوم از بالای اجرا نشد. در غیر این صورت یعنی چی؟ اگر بالایی‌ها هیچ کدوم برقرار نبود حالا این رو انجام بده که 4 استار رو برام چاپ کرد. منهای 5 که وارد کردیم هیچ کدوم از بالای برقرار نبود، پس 4 استار میشه الز دیگه، 4 استار رو برام چاپ میکنه. پس دقت کن اینجا اگر یه شرط سطح بالاتری برقرار باشه شرط پایینتر اجرا نمیشن. این تو ساختار if الی f ها. if ها اگر مستقل از هم باشه همچین چیزی رو ما نداریم. فرض کنید منظورم چیه؟ منظورم اینه که اگر من اینجا به جای if الی f ها if بنویسم همه رو، اینجا این سه تا ایفی که الان داریم مستقل از هم، با هم ارتباطی ندارن، جداگانه بررسی میشن. بنابراین وقتی من عدد 15 رو وارد میکنم هم استار چاپ میشه، هم 2 استار هم 3 استار. چرا؟ چون اینجا 3 تا شرط مستقل دارم، هر شرطی مستقلا بررسی میشه. بررسی کرد آیا 15 بزرگتر از 12؟ بله، استار چاپ کرد. آیا 15 بزرگتر از 7؟ بله، 2 استار رو چاپ کرد.
آیا 15 بزرگتر از 2؟ بله. 3 تا رو چاپ کرد. پس این 3 تا ایف مستقلن. اما ساختار ایف الای اف دقت کنید. ایف الای اف این ساختار زیر مجموعه هم به هم وابستن. تو ساختار ایف الای اف اگر شرط مرتبه بالاتر برقرار بود، شرط در واقع مرتبه پایین اجرا نمیشه. با این نکته باید دقت بکنید. این هم از این مثال. خب یه مثال دیگه هم با هم کار بکنیم. مثال بعدی که میخوایم با هم کار بکنیم، عرض بشه خدمت شما که به این صورت که فرض کنیم ما یه عملیات ریاضی رو میخوایم تعریف بکنیم. یعنی چی؟ فرض بکنیم میگم یه x رو از کاربر بیا دریافت بکن، یه x رو از کاربر دریافت بکن، بعد یه y رو برام حساب کن. y رو چطور حساب بکن؟ اگر این xی که کاربر وارد کرده بزرگتر از 10 بود مقدارش، اگر بزرگتر از 10 بود ln x رو بیا حساب بکن. اگر این x هم بین 10 تا در واقع 0 بود، یعنی x هم بزرگتر از 0 و کوچکتر مساوی 10، در این صورت رادیکال x رو حساب بکن. و اگر x هم کوچکتر از 0 بود یعنی منفی بود، بیا عبارت e به توان x منهای 1 رو استفاده کن. چون اینجا من یه سری توابع ریاضی دارم، پس لازمه که از ماژول مس استفاده کنم. پس ماژول مس رو باید اینجا ایمپورت بکنیم تا بتونیم از این توابع استفاده بکنیم. خب بریم این راه رو انجام بدیم. پس اینجا میگم یک x رو از کاربر بگیر، یک x رو از کاربر بگیر. خب اگر این x هم بزرگتر از 10 بود چیکار بکن؟ y رو حساب کن. خب قبل از محاسبه y من ماژول مس رو ایمپورت میکنم چون نیاز به توابع ریاضی دارم. ایمپورت مس. خب میگم y مساوی است با مس دات لوگ x. گفتی اگه بزرگتر از 10 بود ln بگیر دیگه، جلسه گذشته خوندیم ln همون لوگ میشه دیگه، درسته؟ لوگ x در واقع نماد ln x هستش. بعد بیا برام پرینت بگیر. پرینت بگیر چی؟ پرینت بگیر که مثلا ln x ln داخل پرانتز x برابر میشه با این عبارت عیناً چاپ میشه کاما y، مقدار y که بالا حساب شده میگه بعد پرینت بگیره. در غیر این صورت اگر x هم بین 0 و 10 0 کوچکتر مساوی x کوچکتر مساوی 10 بود، بیا چه کار کن؟ y رو برابر با mass.sqrt x در نظر بگیر و برام پرینت بگیر که sqrt x برابر است با sqrt x برابر است با کاما y. و در غیر این صورت اگر x هم کوچکتر از 0، البته اینجا الز هم میتونم استفاده کنم دیگه، درسته؟ الز هم اینجا جوابگو بوده. دو نقطه y برابر است با mass دات عرض کنم خدمت شما که exp x منهای 1 این رو بیا حساب. خب پرینت exp x منهای 1 برابر است با کاما این y که اینجا حساب شد. پس بسته به مقدار y که دریافت میشه، مقدار x که دریافت میشه، یکی از این سه تا بررسی میشه.
خب بیایم یه رام بگیم ورودی بدیم. اوکی، مثلا مقدار عرض کنم خدمت شما 15 تومن میدم. باید LN 15 حساب کنیم. حساب کرد شد 2/7 تقریبا. عدد بعدی رو بدیم. عدد بعدی بین 0 و 10 باشه که باید جذر بگیره. مثلا عدد 9 رو میدم. جذر گرفته شده مقدار 3. عدد بعدی خب عرض بشه خدمتتون که x برابر با فرض کن بین در واقع این سری منفی میدم، مثلا منهای 1 exp منهای 1 رو حساب کرده در واقع منهای 63 پس اینجا ما در واقع بسته به ورودیمون و اینکه این ورودی در چه بازی قرار میگیره یکی از این در واقع شرط ها اجرا میشه و محاسبات زیر مجموعهش انجام میشه. خب بریم سراغ مثال بعدی و دستور بعدی. دستور بعدی که میخوایم با هم کار بکنیم دستور در واقع اند و اور هستش. دو دستوری که در عبارت‌های شرطی به کار میان. خب اند یعنی چی؟ یعنی و همچنین. وقتی دو تا شرط رو در دو طرف اند می‌نویسیم به این معناست که عرض کنم خدمت شما که هر دو دستور باید برقرار باشن تا شرط زیر مجموعه در واقع تا دستورات زیر مجموعه اون شرط ها بیاد اجرا بشه. ولی وقتی از اور استفاده می‌کنیم به معنای اینه که هر کدوم از دو تا شرط برقرار بود اون دستور زیر مجموعه ایف بیاد اجرا بشه. خب بریم من اینو براتون توضیح بدم. خب ببینید می نویسیم مثلا if شرط شماره 1 مثلا دستور and یه and اینجا داریم بعد شرط شماره 2. خب اینجا بعد دستور s1 رو داریم زیر مجموعش مثلا. خب اینجا اگر شرط اول برقرار باشه شرط دوم برقرار باشه S1 اجرا میشه. شرط اول برقرار باشه شرط دوم برقرار نباشه S1 که زیر مجموعه ایف اجرا نمیشه. اگر شرط اول برقرار نباشه شرط دوم برقرار باشه بازم S1 اجرا نمیشه. اگر شرط اول برقرار نباشه شرط دوم برقرار نباشه بازم S1 اجرا نمیشه. تنها حالتی که اینجا S1 زیر مجموعه ایف باشه اجرا میشه چیه؟ اینه که هم شرط 1 و هم شرط 2 همزمان برقرار باشه. پس ان یعنی همزمان هر دوتا باید برقرار باشه. خب یه حالت دیگه دستور اور رو داریم. اور چیه؟ اگر if شرط شماره 1 اور شرط شماره 2 شرط 2 دو نقطه دستور S2 رو مثلا اینجا داشته باشیم.
خب استو زیر مجموعه ایفه. اینجا اگر شرط اول برقرار باشه، شرط دوم برقرار باشه، استو اجرا میشه. شرط اول برقرار باشه اما شرط دوم برقرار نباشه، بازم استو اجرا میشه. چرا اور اینجا؟ یعنی این یا اون، هر کدوم برقرار بود. اگر شرط اول برقرار نبود، شرط دوم برقرار بود، استو اجرا میشه. اما اگر شرط اول برقرار نبود، شرط دوم برقرار نبود، استو اجرا نمیشه. دقت کنید اینجا رو. تو حالت اور تنها حالتی که ممکنه اجرا نشه دستور زیر مجموعه ایف چیه؟ هر دو تا شرط همزمان برقرار نباشن. در مابقی حالت‌ها در اصل استو اجرا میشه. اما تو حالت اند تنها حالتی که ممکنه اجرا بشه اینه که هر دو شرط همزمان برقرار باشن. مابقی حالت‌ها اس1 اجرا نمیشه. این رو دقت بفرمایید. خب بریم سراغ یک مثال تو این زمینه. خب میگم یک ورودی، یه اسمی از کاربر دریافت کن، نیم مساوی است با اینپوت. میگم یه فرست نیمی رو از کاربر دریافت کن. خب حالا بیا بررسی کن. اگر کاراکتر اول این نیمی که از کاربر گرفته، کاراکتر صفرمش، ایندکس صفرش برابر بود با رشته Z and و همچنین name داخل براکت منهای یک، عضوی که ایندکس منهای یک داره، یعنی کدوم عضو؟ آخرین عضو این رشته نیم. اگر آخرین عضوش هم برابر بود، مثلا رشته H، یعنی اولین کاراکترش Z بود و آخرین کاراکترش H بود، در این صورت برام پرینت بگیر رشته ماجیک رو، عبارت ماجیک نیم رو. در غیر این صورت else پرینت بگیر نورمال نیم. پس میگم اگر این اسمی که در واقع کارا وارد کرد کاراکتر اول و آخرش به ترتیب Z و H بود، ماجیک نامبر رو در واقع چاپ بکن. در غیر این صورت نورمال نیم رو چاپ کن. خب بیام رام بگیریم. مثلا اسم زهرا رو وارد میکنم. زهرا رو که وارد بکنم نورمال نیم میشه. شرط اول رو داره ولی شرط دوم رو نداره. برای اینکه دستور زیر مجموعه این شرط اجرا بشه باید هر دوتا برقرار باشن، چون اند رو داریم. اسم بعدی رو بیارم. مثلا اسم ساره، شرط دوم رو داره ولی شرط اول نه، یعنی آخرین کاراکترش اچ هست اما کاراکتر اول زد نیست، باز میشه نورمال نیم. اسم دیگه مثلا حامد هیچ کدوم از دو تا شرط رو نداره، باز میشه نورمال نیم. حالا یه اسم دیگه بدیم اینجا، مثلا ذبیح الله هر دو شرط رو همزمان داره، کاراکتر اولش زده، کاراکتر آخرش هم اچه، پس هر دو شرط رو داره دیگه، پس میشه ماجیک نامبر. درست شد؟ پس در حالت اند در صورتی که هر دو شرط همزمان برقرار باشه در دستور زیر مجموعه اون ایف اجرا میشه. اینجا دیدیم که تنها حالتی که در واقع هر دو شرط رو داشت ذبیح الله بود، در غیر این مابقی همشون رفتن else. حالا این تبدیل اور بکنن. اور یعنی یکی از این دوتا هم داشته باشه اوکی، ماجیک نامبر رو بیا چاپ بکن. خب این سری من بیام دوره هم اسما رو بدم. زهرا یکی از شرط‌ها رو داره، یعنی کاراکتر اولش زده، پس میشه ماجیک نامبر طبق این تعریف جدید. دوباره رام بگیرم. این سری مثلا میدم ساره شرط دوم رو داره، اسم کاراکتر آخرش اچه، بازم ماجیک نامبر. این سری میدم ذبیح الله که هر دو رو داره، باز میشه ماجیک نامبر.
مجید نابل. حالا میدم حامد. حامد هیچ کدوم از دو تا شرط رو نداره. حامد هیچ کدوم از دو تا شرط رو نداره، میشه نورمال نه. پس حالت اند به معنای اینه که هر دو شرط همزمان برقرار باشه، اور یکی از اون دو تا برقرار باشه اوکی. پس این جلسه ما بحث در واقع ابتدا بحث رشته ها بود، ایندکس در مورد رشته ها و یه سری توابع در مورد رشته ها رو با هم کار کردیم. در بخش دوم هم شرط نویسی رو در کد هامون کار کردیم که چطور بتونیم شرط تعریف کنیم. خب برای این جلسه تمریناتی براتون در نظر گرفته شده. تمریناتی که برای این جلسه‌تون دارید. خب تمرین اولتون اینه که یه معادله درجه دوم در نظر بگیرید، ضرایبش رو از کاربر بگید. یعنی به کاربر بگید ضریب A, B و C یک معادله درجه دوم بهتون بده. بعد بیاید اون دلتایی که نوشتین رو حساب کنید. بذارید من تو اینجا توضیح بدم خدمتتون. پس نگاه کنید، در واقع به کاربر میگید A, B و C رو مقدار بهتون بده. با دستور اینپوت مقادیرش رو دریافت کنید که ضرایب معادله درجه دو به این صورت AX2 به علاوه BX به علاوه C. منظور از A ضریب X2، منظور از B ضریب X و منظور از C هم عدد ثابتی در معادله درجه دو بوده. اینا رو که از کاربر گرفتید در داخل کدتون بیاید یه متغیر دلتای تعریف بکنید، دلتا. بعد این رو حساب بکنید، B2 منهای 4 تا C. این عبارت رو حساب بکنید، مقدارش رو بدید به دلتا. بعد بررسی بکنید. اگر دلتایی که به دست آوردید، اگر دلتا به دست آوردید مثبت بود، اگر مثبت بود معادلتون دو تا ریشه داره. یه ریشش x یک برابر با منهای b به علاوه رادیکال دلتا تقسیم بر 2a میشه. و اگر در واقع ریشه دومش دو تا ریشه داره، هر دو تا رو حساب بکنید و چاپ بکنید، میشه منهای b منهای رادیکال دلتا تقسیم بر 2. پس اگر ریشش مثبت در بخش مثبت دلتا اگر مثبت بود، بیایید بگید این دو تا رو حساب بکن و هر دو تا رو برای چاپ کن به عنوان ریشه های معادله درجه دوم. اگر دلتاتون صفر بود، دلتا اگر برابر با صفر بود، ریشه‌تون معادلتون یه ریشه داره و ریشه‌تون برابر میشه با منهای b تقسیم بر 2. بگید این رو براتون بیاد حساب بکنه و چاپ بکنه. و اگر دلتا کوچکتر از صفر بود، در این صورت پرینت بگیره که معادل ریشه حقیقی نداره. پس سه تا حالت ممکن اتفاق بیفته، بسته به هر حالت بیاد اون عملیات مد نظر یا محاسبات مد نظر رو بیاد انجام بده. خب این تمرین اولتونه که اینجا براتون قرار دادیم توضیحاتش رو. تمرین بعدی که دارید اینه که بیاید فرض کنید یه معلمی نمرات دانش آموزا یا دانشجوهاش رو میخواد از حالت کمی تبدیل به کیفی بکنه و یه همچین رنج بندی داریم، مثلا 9 تا 9 دهم فیل، 10 تا 15 گوده، 15 تا 18 اگر نمرش بود بری گود و 18 تا 20 رو اکسلنت تعریف بکنید. خب حالا اینجا مثلا 18 منظور 18 و 1 دهم به بعد دیگه، 15 منظور 15 و 1 دهم به بعد، 10 تا 15 خب تو این بازه قرار میگیره. حالا ورودی مثلا وارد کردید 12 نمره رو، در خروجی باید گود رو چاپ بکنه. پس یکی از این حالت‌ها رو باید بسته به عدد ورودی بیاد چاپ بکنه. پس کافی چند تا شرط بنویسید و اینا رو دسته‌بندی می‌کنید. فقط نکته که وجود داره اینه که اگر ورودیتون عدد ورودیتون کمتر از 0 یا بیشتر از 20 بود، عدد ورودی کمتر از 0 یا بیشتر از 20 خارج از رنج معمول نمرات دیگه، مسلماً معلم اونجا رو اشتباه کرده، در اون صورت این عبارت براش چاپ بشه. این وارد گرید رو چاپ بکنید که به معنی که در واقع نمره معتبر است، اون بازه تعریف شده نیستش. پس این رو هم به عنوان تمرین لطفاً انجام بدید.
خب خسته نباشید، وقتتون بخیر، خدا نگهدار.